با درود، خوشحالم که فرصتی در اختیارم قرار داده شد که بتونم درباره ادبیات کودک و نوجوان و به ویژه ترجمه برای کودک و نوجوان صحبت بکنم. در تجربه هایی که من با بچه ها داشتم میتونم بگم که کتاب هایی که برای بچه ها ترجمه میشه معمولا کتاب هایی هست که بازتاب اون روی نوشته هایی که بچه ها به ما تحویل میدن، روی زبانی که قراره باهاش ارتباط بگیرن تأثیر بسیار مستقیمی داره و مترجمان ما باید خیلی دقت و وسواس داشته باشن روی ترجمه هایی که انجام میدن. ولی متاسفانه بازخوردهایی که من از ترجمه هایی که برای بچه ها در کلاس درس میخونم گرفتم، فکر میکنم که این ترجمه ها اونقدر که باید و شاید ترجمه هایی نیستن که به زبان کودک و نوجوان نزدیک باشن، چرا که زبان کودک و نوجوان زبانیه که مختص به خودشونه، به دلیل اینکه کودک و نوجوان جوری به دنیا نگاه میکنن که من بزرگسال با اون فاصله دارم و مدت هاست که فاصله گرفتم از اون و اگر بخوام برای کودک و نوجوان اثری رو ترجمه کنم باید واقف باشم به این ویژگی هایی که در کودکان و نوجوانان بیش از بزرگسالان به چشم میخوره. از تابستون سال 1398 که دکتر ابتهاج نوایی مسئولیت ویرایش محتوایی کتاب جنگل ایزدباد رو به من سپردن، شاهد بودم که با چه موشکافی و وسواسی روی جزء به جزء قصه ها و زبان اونها کار میکنن. حتی میتونم بگم توی بازگردونی اسامی بسیار موفق عمل کردن، چرا که زمانی که من این کتاب رو به مدرسه بردم برای مقطع 2 تا 8 این کتاب رو خوندم، همینطور چند رسانه‌ای شد این کتاب و بازخوردهایی که از بچه ها می گرفتیم فراتر از حد انتظار ما بود. این بچه ها ارتباطی که با قصه ها می گرفتن فقط ارتباط زبانی، کلامی و شخصیتی نبود، در واقع یک جور هستی شناسی این بچه ها رو تحت تاثیر قرار می داد. آثاری که بچه ها برای ما می ساختن و به ما تحویل می دادن اعم از نقاشی ها، نماهنگ ها، نمایش هایی که اجرا می کردن، این رو به ما یادآوری می کرد که چقدر بچه ها وقتی یک کاری براشون با وجودمون یک کاری رو براشون انجام داده باشیم چقدر بچه ها اینو لمس می کنن و چقدر توی هستی شناسیشون تأثیر داره. این کتاب کتابی بود که با کتابایی که من برای بچه ها میخوندم متفاوت بود. در واقع بچه ها افسانه ها رو دوست دارن، چون که افسانه ها اونها رو میبرن به تخیل خودشون و بچه ها به دلیل اینکه در حال کشف جهان هستن و هر پدیده و اشیایی که اطرافشون هست رو دوست دارن که لمس بکنن و دوست دارن که در تخیل خودشون اینها رو بازآفرینی بکنن، ارتباط خیلی عمیقی با این قصه ها می گرفتن. شخصیت ها رو در اون آثاری که به من تحویل می دادن شخصیت ها رو جوری بازآفرینی می کردن که من حس می کردم هم به زمان معاصر ما نزدیک شده و هم رد پایی از اسطوره های کهن ایرانی داره. مثلا بچه ها شاهنامه رو هم خوندن و می اومدن تطبیق می دادن این شخصیت ها رو با شخصیت هایی که قبلا از شاهنامه شنیدن، از کلیله و دمنه شنیدن یا خوندن و اینها رو باز آفرینی می کردن و این خیلی برای من عجیب و جذاب بود و این تجربه ها رو به مترجم هم که منتقل می کردم ایشون هم حس می کردن که شاید این قصه ها فراتر از اون حدی که ما در نظر داشتیم دارن خودشون رو باز تولید می کنن واسه بچه ها. میتونم نمونه‌ای براتون بیارم از دانش آموزی که من 2 سال سر کلاس می رفتم و هر کتابی که برای این بچه می خوندم هیچ گونه علاقه‌ای نشون نمیداد. حتی هدیه هایی که براش می بردیم، کتاب هایی که خیلی جذاب بودن و توی بازار فروش زیادی داشتن، اصلا اقبال نشون نمیداد. ولی زمانی که جنگل ایزدباد رو براشون میخوندم اولین کسی که
پیام داد به من و از من خواست بهش بگم که کجا میتونه این کتاب رو تهیه کنه، همون دانش آموز بود و این خیلی برای من تجربه ناب و دور از انتظاری بود. همینطور بچه های دیگه، کسایی که اصلا داستان دوست نداشتن، اصلا قصه نمیشنیدن و بیشتر کارهای علمی رو دنبال میکردن، با این قصه ها ارتباط بسیار عمیقی گرفته بودن. چرا؟ به دلیل اینکه زمانی که این قصه ها رو ما داشتیم ترجمه میکردیم، جز به جز مترجم معتقد بودن که باید هم از لحاظ زبانی و هم از لحاظ محتوایی اینها بررسی بشه و ما به این فکر کنیم که چطور ممکنه که این قصه ها رو جوری بازگردانی بکنیم که بچه هایی که فرزند این زمان هم هستن و در جامعه و فرهنگ دیگه‌ای رشد کردن بتونن با اینا ارتباط بگیرن. برای نمونه اگر بخوام بگم، بعضی از اسامی که مترجم اینها رو بازگردانی میکرد، یه اسمی اونجا بود به اسم نور به سر عروس و ما خیلی یادمه که درباره این گفتگو میکردیم که آیا بچه ها مثلا با اسمی به عنوان نور به سر عروس که خیلی هم طولانی هست ارتباط میگیرن یا نه. اما خیلی برای من جالب بود، انقدر بچه ها راحت با این ارتباط گرفتن که من خودم هم اصلا فکرش رو نمی کردم. همینطور اسم های دیگه‌ای که بازآفرینی شد، مثلا شخصیت هایی در این قصه ها وجود داشتن که این شخصیت ها اسم های بسیار سنگینی داشتن و مترجم این اسم ها رو بر اساس اون معنایی که توی زبان مبدأ دارن بازگردانی میکردن و این اسم ها هم خیلی راحت بین بچه ها جا افتاد و در کارهایی که به ما میدادن اینو به ما ثابت کردن. نکته دیگه‌ای که درباره ترجمه میخوام بهتون بگم اینه که وقتی ما قراره برای کودک و نوجوان بنویسیم، باید طنزی رو که بچه ها خیلی خوب باش ارتباط میگیرن بشناسیم. در واقع بچه ها کسایی هستن که ممکنه به چیزهایی که ما میخندیم نخندن و وارونش هم هست، یعنی چیزهایی که ما اصلا به نظرمون خیلی بیمزه میاد، بچه ها بسیار ذوق میکنن با اون و این منوط به اینه که ما زبان این کودکان رو بشناسیم و بدونیم که اونها چجوری با جهان ارتباط میگیرن و من فکر میکنم که این ترجمه ها اینقدر تونست این مسیر رو درست طی بکنه که حالا ما کتابی رو داریم که من با اطمینان میتونم به دیگران معرفی کنم و بگم که این زبان ترجمه‌ای که خیلی هم بچه هامون رو گرفتار کرده باید کم کم رخت ببنده با ترجمه های خوب، چون بچه ها الان در حال تجربه زبانی هستن و ما باید بتونیم جوری این آثار رو بازگردانی بکنیم که آسیبی به زبان فارسی نرسه و همینطور بچه ها خودشون ادامه دهنده این راه باشن و از دل همینا نویسنده ها و پژوهشگری بیرون میان که زبان مادریشون رو به خوبی میشناسن. در آخر میخواستم سپاسگزاری بکنم از مترجم فرهیخته این اثر که من بسیار کنارشون آموختم و می آموزم. کسی که ترجمه رو خوب میشناسه، به زبان مادری خودش مسلطه و زبان مبدأ رو بسیار خوب میتونه به زبان مادری برگردونه. همینطور از مدرسه‌ای که اجازه داد این تجربه رو با بچه‌ها تقسیم بکنیم، مدارسی هستن در ایران که این کار رو انجام میدن، میان علاوه بر درس‌هایی که بچه‌ها میخونن کلاس‌های فوق برنامه براشون در نظر میگیرن و مدرسه‌ای که من این کار رو درش انجام دادم مدرسه ایران سنجش بود و حدود 100 خورده دانش آموز با این کتاب آشنا شدن و بعد از اون با مترجم هم مستقیم گفتگو داشتن و سوالهای خودشون رو از مترجم پرسیدن و من فکر میکنم این گام بلندیه برای ترجمه در ادبیات کودک و نوجوان.